و خیلی خوش اومدید به لافو. خوبی شما؟ شما خوبی؟ قربون شما. بچه‌ها من قراره تو لافو گپ من گپ بزنم و مهمونام لاف خالی ببندیم یعنی؟ آره دیگه من خالی ببندیم اینجا. خالی بستن رو که نمیدونم. خب اول میخوای ذره خودت به بچه‌ها معرفی کن. چند سالته؟ از کجا از کدوم شهرستان؟ علی کرج من. دیدین من بهنیام 22 سالمه. دیگه از دانشجویی دیگه. دانشجو. معماری داخلی. خب آقا این قسمت اولین قسمت مثلا زراد جنجالی شروع کنیم. این همین بحثایی که با هم داریم خب بعد شدش که همینطور بشیم حرف بزنیم دیگه. اول از همین موضوعی که واسه فرستادم بیار. موضوع رو بیا. کلیت برنامه در مورد ایکس و نکس دیگه. کلا در مورد رابطه است. آره گفتی به. آره. خب اول بگیم رو بحث اول. خب به نظرت بعد کات توی رابطه تموم می‌کنی کات می‌کنی باید وایسی تا نفر برگرده یا بری سراغ نفر بعدی؟ اکست برگرده آره دیگه. یعنی آره دیگه مثلا وایسی تا اکست برگرده یا اینکه بری سراغ نفر بسیار سر چی کات کرده باشین؟ سر هر چی ببین کات کردی دیگه بالاخره کات کردی. من خودم اگه باشم آره یه تایمی کات میکنم که میدونم دیگه راهی برگشت نیست. سر همین آره دیگه نمیگم که احتمال داره برگرده. اصلا دیگه بر نمیگردی. آره چون ببین تا یه جایی تو با طرف میسازی. یه سری مشکلایی دارین با هم دیگه مثلا چونم 30-40% قابل حله. یه سری جاها هست دیگه میخوریم به یه مشکلی که نمیشه حلش کرد. اونجا تو دیگه مجبوری که کات کنی و دیگه برگشتش دلیلی نداره. اصلا تو یعنی بک زدن کلا معمولا اشتباهی میدونی. آره 100%. خب این که بعضی بک میزنن مثل خود من نظرت آخه اگه سر چیز الکی کات کرده باشی میتونی بک بزنی. آره من همینو گفتم دیگه. گفتم دو تا حالت داره. یا سر لج و لجبازی کات کردین خب. که امکان داره برگردین در اون صورت. خب. یا یه وقت هست واقعا به یه مشکلی خوردین که قابل برگشت نیست. و تو بک نمیزنی نه؟ من نه. امکان نداره بک. این که تو بک میزنی آره این که تو بک میزنی احتمالاً ببین آدم با یکی آشنا میشه یه دوره رو باش میگذرونه یه ذره باش راحت‌تر میشه. سر همین آشنا شدن با یه آدم جدید دیگه یه ذره سخت میشه. تو ترجیح میدی بری به همون آشناییتی که از قبل داشتی. آفرین آره. آفرین. یعنی یه حوصله نداری بری سراغ یه نفر جدید شروع کنی. این راحت‌تر میشه برات. آفرین. ولی این که حالا موضوع بعدیم اینه. آیا کسی میتونه مثلا تو راسون کات کردی خب بعد یکی از اون یکی مثلا بعد تو وارد رابطه جدید شدی خب میتونه اون نفر متقابل ناراحت باشه که تو چرا وای نستادی من تو برگردم؟ نه حقشو نداره. منم میگم حقشو نداره. ولی که نظر مخالف اینه که یعنی چی باید تا 2 ماه مثلا صبر کنی. چرا باید تا 2 ماه صبر کنی؟ مگه باتریه بذاری شارژ دوباره استفاده کنی؟ همین اصلا به نظر من دلیل نداره. ببین منطق اینه که تو میتونی اصلا 2 ساعت بعدش وارد رابطه جدید شی. حالا 2 ساعت هم دیگه بستگی به خودت داره. 2 ساعته یه جوریه. میدونی آدم یه آمادگی لازم داره واسه اینکه خودش با خودش کنار بیاد. در حال تو یه رابطه احساسی رو تمام کردی و اینکه 2 ساعت بعدش بری تو رابطه زار عجیبه. نه خب ببین ولی از نظر منطقی اشتباه در نمیاد. بالاخره تونستی دیگه. آقا تعهدی که بینتون نبوده وقتی کات کردی. نه ولی خیلی سخته به نظرم مگه اینکه آدم احساسی نباشی. در اون صورت میتونه راحت باشه که تو درجا بتونی بری با یکی دیگه اوکیش. نه قبول ندارم اینو. ببین از منطقی دارم درست میگم من. کار اشتباهی نیست. بگم نه کار اشتباهی نیست. کات کردی دیگه آقا ولی دارم که اینو نداری میگم که. من دارم اینو میگم تو وقتی میخوای بری توی رابطه با یکی باید آشنا شده باشی دیگه. آفرین. خب تو میگی 2 ساعت بعدش یعنی زمانی که با اون آدم تو رابطه بودی با این آدم جدید آشنا شدی که درجا 2 ساعت بعدش میخوای بری تو رابطه. نه بعدش دور آشنا شدی. آشناییت اوکیه. آره خب بالاخره آدم جدید میبینی ممکنه پیدا کنی. آفرین. نه پس مشکل نداره دیگه. نه بعد وایسی تا اون نفر بعد نه اونو که من میگم اصلا قبول ندارم. آفرین. من برگشت اصلا یه لیمیتی باید بذاری برای اینکه ببینی طرف کی برمیگرده. بعد موضوع بعدی خیلی قشنگه. کلا این من هی مرحله میریم جلو دیگه تا اینکه برسیم به نفر جدید. الان اینجا نوشتم بعد کات چجوری باید با یارو در ارتباط باشی؟ باید در ارتباط باشی، بلاک کنی، چیکار باید بکنی؟ من باشم بلاک نمی‌کنم ولی لزوما ارتباطم باش ادامه نمیدم. خب در چه حد مثلا اگه بگی بیا با هم دوست بمونیم مثلا بمونیم من کنسلی اصلا خیلی کار فولیه. خیلی کار فولیه. آخه هم به تو آسیب میزنه هم به اون. یه روندی که بعد فکر کن تو اون داستان مثلا با یکی دیگه اوکی شه مثلا میگه اوکی من تو دوست میمونم. آره ولی نه با یکی دیگه. نه خیلی کار فولیه به نظر. جواب نمیدن. اصلا ببین خب اینطوری باشه بلاک کنی دیگه. تاج در ارتباط. ممکنه بالاخره بیاد کرمی بریزه دیگه. بعداً بیاد پیام بده اصلا. واقعا پیام بده من میدونم چه جوری جواب بدم که دیگه برنگرده. الان من با تو کات کردم.
فرض کن من اون دخترم اکس دادم با تو کات کردم، بعد بهت پیام دادم سلام خوبی، بعد تو رابطه جدیدی از هستی. خودم هم اصلا بهت بگم بگو. مثال خودم برات بزنم. من با یکی تو رابطه عاطفی بودم در حد 1-2 سال. خب خیلی هم رابطه خوبی بود، همه چی هم خوب داشت پیش میرفت، ولی در نهایت خیانت کرد و رابطه تمام شد. خب بعد از 3-4 ماه اومد برگشت تولدم و تبریک گفت. خب منم تو بلاک به هم نکرده نریزی، بودم. به هم نریختی اون موقع. میدونی وای، یه تایمی خیلی. بود که من دیگه تراپی شروع کرده بودم رفتن. خب و تراپی رفتن واقعا کمک کرد سر اینکه بخوام کنار بیام با این قضیه که مووان کنم دیگه برام مهم نباشه. وقتی برگشت شب تولدم بهم تبریک گفت، اولا که 2 روز دیرتر تبریک گفت. خب اینو تو روش زدم، گفتن که تولدم 2 روز پیش. گفت باشه من میخواستم زودتر تبریک بگم ولی ترسیدم که دیرتر نه یه واکنشی نشون بدی که مثلا بد باشه. گفتم الانش هم همینه، مرسی از اینکه برو تبریک بیرون. گفتی و خدافظ. برو بیرون. همتون همینو میگی. خب نه اینکه به هم نمیریزی خب خیلی خوبه، ولی آره. خب مثلا فرض کن اگه یارو دوستش داشته باشی بعد وارد رابطه جدید شده باشی بعد بیاد پیام بده حاضر اون رابطه جدید رو تموم کنی رابطه قبلی رو نه من از الان دارم میگم مثلا بک زدم با اون آدم بیکار اشتباهی. یه چیزی که تمام شده رو دیگه حالا تو نمیشه. ایران تو رابطه بوده باشه. ولی ارتباط بعد کات رو اشتباه میدونی دیگه 100% 100% کاملا اشتباه. اصلا آدم نباید در ارتباط باشی، تو میتونی فراموش کنی. نه ببین من واقعا بتونی کنار بیای. آره من واقعا خودم کاری که میکنم اینستا که کلا آنفالو ریمووه، حالا بلاکم نبود آنفالو ریموو. آره لزوما بعد چتا رو برای خودم حداقل پاک میکنم چون آدم یه چیزی دو داره طرفه دیگه. پاک نه نمی‌کنی نه یه طرفه پاک. حقو به طرف میدم که خودش برای خودش پاک کنه اگر احساس کرد که باید پاک کنه، ولی برای من اینجوریه که من پاک میکنم چون دیگه نیازی ندارم اونا رو برم دوباره مرور کنم یا بخونم. آره سعی میکنم دور کنم و چه میدونم عکساشو پاک میکنم. عکس‌ها هم پاک می‌کنی 100%. یکی بود من میگفتش که عکس‌ها رو بریز تو فلش رو گوشیت پاک کن که این نبینی بعد هر وقت دلت تنگ شد برو اونا رو ببین تو فلش. خب بعد چه فرقی دسترسیش سخت می‌کنه؟ باشه دیگه. نه دیگه خب دسترسیش نهایتاً سخت. 30 ثانیه از فرقش خب نه تو دیگه. بزنی تو لپتاپ اونو باز کنی. نه دیگه خب خیلی فرق داره میزنی تو لپتاپ و می‌بینی، ولی خب از دسترس دور دیگه هی نمی‌بینی مثلا بری تو گالری دنبال عکسی بگیری. آره ولی نه من کلا نیستم این حرکتو. بعد عکس پاک کردن میتونه تو اینکه موو آن کنی راحت باشه، یعنی کارت راحت تر کنه. خیلی تاثیر میذاره. بشینم پاک کنم پس. آره تو پاک کن. چون نگه داشتنش واقعا آسیب زننده است. چون هی میری سراغش ناخواسته اصلا حتی چون مست باشی یه شب حالت خوب نباشه به هر حال نمیتونی جلو خودت شمارش بگیری. هم پاک می‌کنی نه؟ شماره‌شو چون که آره. میگی مست باشی ممکنه دفعه تو مستی زنگی بزنی. آره اونم پاک می‌کنی. ولی به نظر آدم تو مستی همون چیزا رو داره بازم اون فکر رو داره. آره داره که نکنه این کارو. تو یه وقت دنبال بهونه‌ای بگی من مست بودم بهت پیام دادم ولی یه وقت واقعا هست مستم باشی میدونی که نباید به این آدم پیام بدی و نمیدی. آفرین. ولی قلقلک میده اون. آره اینو قبول برو یه دارم پیام قلقلک بده. آره واقعا برو یه قلقلک پیام هست. بده. ولی تو اون شرایط سعی میکنم که گوشی برم و خودت- بیشتر- برو نه بیرون گوشی برم و- مثلا دنبال یه آدم جدید مثلا آها. اون خیلی شرایط جوابی چون بعد موقع مثلا- اعتماد به آره، نفس آفرین. بالاه قشنگ هیچی میتونی برات مهم نیست سر همین یه ذره اصلا باحال آبرو صفره. آره یه بک بزنیم یه صحنه رو تعریف میکنم ببین نظرت چیه چون نظرات موافق خیلی وجود داره. یه قسمتی از یه سریال هست فرندز خب که پسر با یه دختریه کات میکنن ظهر مثلا، بعد پسر شب میره با یکی دیگه میخوابه خب بعد دختره کات میکنه میره بیرون از خونه و فلان و اینا. بعد فردا ظهرش دختره برمیگرده اینو با یکی دیگه رو تخت میبینه. خب بعد میگه نه تو این چه کار. حالا اینجا نظرات موافق مخالف اینه خب که اون پسره چجوری بعد از 2 ساعت 3 ساعت مثلا شبش رفت با یکی دیگه کار پسره اشتباه بوده. بعضیا میگن نه اوکیه دیگه خب بالاخره چیزی بینشون نبوده که رابطه‌شون تموم شده. بستگی به آدمش داره. ببین تو بعد کات کردن تصمیم هیجانی زیاد میگیری ممکنه یه کاری بکنی خودت بعدم پشیمون شی اصلا. آره چون تو ولی- پسرا اینجوری که سعی می‌کنن بعد کات خودشون سرگرم نگه دارن. آره ولی نه با دختر. حالا بالاخره مثلا با دوست میگم من خودم اینجوری نیستم. من سعی میکنم یا مثلا مغزمو بذارم تو باشگاه یا بذارم تو کار میدونی یه جایی بذارم که آره یه ذره از اون جذب آره کلا رابطه یه ذره دور شم. خب که چون دوباره میدونی تو با یکم دوباره بخوای آشناشی ناخودآگاه فلش بک میخوره تو مغزت هی اینو با اون مقایسه میکنی. این مثلا آفرین. اون بود آفرین. اینجوری اینجوری میشد کاش میشد. اینم این شکلی کاش اینم بود. این شکلی بود. آفرین. آره اون نفر بعدی رو سعی می‌کنی شبیه نفر قبلی آره کنی. دقیقاً آره. خب ولی نه چیز این که حالا مثلا کار پسر درست بوده یا غلط چی؟ ببین من میگم نظر منطقی دو تا منطقه نظرم چیزه منطقی احساسیه. خب منطقی کارش اوکیه منطقی آره. تعهدی بینشون اصلا خب چون دقیقه دختر نمیرفت آره. بیرون اصلا آره. کات نمیکرد. خب چیزی بینشون نبوده ولی بعضی اینطوریان که نه یعنی پس دوست داشتنی وجود نداشته. اینو من این بخش دیشب شنیدم. احساسی است. آره
خب میتونه دوست داشتنی وجود همین نداشته رو باشه گفتم دیگه. تو گفتی 2 ساعت بعد من گفتم خب بالاخره یه چیز احساسی باید شکل بگیره دیگه و آره. تو یه کانکشنی با اون آدم داشتی، یه ذره سخت دوباره بخوای بری یکی دیگه آشنا شی. آفرین. سر همین آره به نظر احساسی کاملا اشتباه میاد ولی نظر منطقی اوکیه. ولی منطقی کاملا اوکی. تو باید سعی کنی بالانس بین این دوتا رو رعایت کنی، در نهایت با خودت کنار بیای. خب ازت چقدر بعدش مثلا آخه تایمش رو کسی مشخص نمی‌کنه که چه 2 ساعت باشه تو 2 ماه، تو ممکنه 6 ماه مثلا آره. با هیچ کس وارد رابطه نشی. میگم بستگی داره آدمشو یهو پیدا کنی دیگه. ممکنه بعد 2 ساعت آره. پیدا کنی. ممکنه آره ولی احتمالش خیلی کمه. چون آدم تو شرط بعد کار تصمیم هیجانی میگیره. هر گوشت قفل شد موضوع پرید. آره. مرسی. اینجوری. بعد تو وقتی تموم می‌کنی یه حس تموم میشه. مثلا اگه اکست بفهمی رابطه جدید شروع کرده، اصلا زودتر از تو شروع کرده. خب این چه حسی بهت میده؟ ناراحت میشی، دپرس میشی؟ نه به نظرم رفته جایی که لیاقتش بوده. ببین من شاید 1-2 ساله به این سطح از منطقی لاشی بودن رسیدم. لاشی که نه. به این سطح لاشی بودن نه تو 1-2 سال نمیتونی به رسیدم. این بگی که به این که طرف با یکی میره تو رابطه و تو برات مهم نیست نمیتونی بگی لاشی بودن. من خودم کار خودم زندگی خودمو دارم. اون یه کاری کرده که شاید اشتباه بوده باشه. شاید اشتباه بوده باشه. من نمیتونم تصمیم بگیرم براش. به هر حال رابطه بین من و اون نیستش. خب نه خب ببین اینکه حست چیه، خب مثلا افسوس نمی‌خوری کاش مثلا من بک زده بودم، کاش پیام داده بودم فلان. نه میگم من چون وقتی کات میکنم دیگه تمومه، یعنی خدافظ. مخصوصا این آخریه. مخصوصا این آخریه. بعد این خیلی الان رفتیم وارد مرحله جدید شدیم، یعنی اون بخش اکس رو فراموش کن. این که به نظرت با کلمه اکس پاک کن آشناییت داری؟ یعنی اینکه تو با کلمه ریباند چی؟ ریباند رو بهتون توضیح بدم. یعنی اینکه بعد از رابطت سری وارد رابطه جدید میشی، همون 2 ساعت بعده. توی بسکتبال میدونم یعنی چی تو رابطه. نه تو بسکتبال یعنی چی؟ ریباندشه دیگه. تو وقتی یه کاری توپو پرتاب می‌کنی، توپش که نمیره تو سبد برمیگرده، اون توپی که برگشته رو بهش میگن ریباند. نه نه تو رابطه یعنی که سری بعدش میری با یکی اوکی میشی. خب این که به نظر سری بعدش وارد رابطه شی، اون نفر جدید حکم اکس پاک کنه وسط نداره؟ سوال خیلی قشنگی پرسیدی. آره این برمیگرده به همون جایی که گفتم تو تصمیم هیجانی ممکنه بگیری. آره و باید اون تایم به خودت بدی که از اون رابطه کامل جدا شی. بعد از اینکه جدا شدی بری دنبال یه آدم جدید بگردی که دیگه حس اون اکس پاک کنه هم نداشته باشه. خب اینکه از صرفا بخاطر اینکه اکسشو فراموش کنه بیاد با تو اینو قبول می‌کنی یا نه؟ مثلا یه دختری مثلا به جا مثلا ازش با یه دختری آشنا میشی، میگه آقا تو چند وقت کات کردی؟ مثلا میگه من دیروز کات کردم. نه باش اوکی نمیشی حتی اگه دوستش داشته باشی. در همون لحظه نه. ممکنه یه تایمی باش آشنا شده باشم، این شرایط براش پیش اومده باشه. ولی حداقل تو مثلا چند ماه اگر واقعا دوستش داشته باشی یا چند ماه باید به طرف مهلت بدی که بتونه از اون رابطه بکنه. هممون فکر کنم تو این شرایط بودیم تا حالا نبودیم. اینکه یکی دوست داشته باشیم تو رابطه بوده باشه و کات کرده باشه تو بخوای بری جلوی شکارچی صبر بوده. آره فکر کنم هممون تو این شرایط بودیم یه بار حتی. نمیدونم ولی نمیدونم اینکه اون ایکس با کم یکی نگاه کنی هم باحال هم بده، چون سرت گرمه با اون نفر جدیده. ولی به نظرم این حقو تو فرض کن مثلا آقا دیروز کات کردی، حالا بعد دیگه بالاخره یه افسردگی میگیری دیگه، حالش بالاخره خاطره‌ای با یارو داشتی. خب یهو یه نفر جدید میاد که خیلی مثلا آسه 10 از 10. خب از ایناست که من اینو 10 از 10 دیگه. خب من خودم اینو با این آدم آشنا میشی. خب بعد اونم خیلی باحال حال میکنه با اینا. خب تو الان مثلا چیکار میکنی؟ یه روز از کاتت گذشته، اون دیگه تاثیر ایکس پاکون برای من نداره آخه. دیگه یعنی کلا این رابطه جدید شروع میکنه. آره چون اگه ببینم واقعا طرف اون چیزی که من میخوام دیگه اصلا به ایکس فکر نمی‌کنی دیگه، کلا دیلیت میکنی. ولی من اینجوری نیستم. چیکار میکنی یعنی؟ هیچ، اصلا با یارو شروع نمیکنم. یعنی شروع کنم به جایی نمیرسونم، صرفا باهاش حرف میزنم. چرا؟ خب نه به نظرم باید تایم بگذره تا من بتونم فراموش کنم. حالا این تایم ممکنه 2 ماه باشه، ممکنه 6 ماه باشه. آره حالا تو میتونی یه روزه مثلا فراموش کنی. آچان تو رابطه یه ساله رو میتونی یه روزه فراموش کنی، فرداش با یه کیس 10 از 10 مثلا اوکی شی؟ نه من میگم تایم آشنایی بدید به خودتون و اون طرف. آفرین تایم. آره. خب نه من همون روزی گو بیای باشه. من همون حوصله آشنا شدن رو ندارم. تا یه تایم بعد کاتم، یعنی تا نتونم فراموش کنم نمیتونم با کسی دیگه آشنا بشم. حتی آشنا. ولی این همه شرایط موقعیتیه، یعنی تو باید ببینی موقعیتت الان چه جوریه. یه وقت واقعا خب تو الان واسه خودت واسه مثلا چرا یه از رابطات مثلا حوصله آدم جدید نداشتم مثلا وقتی کات کردم، حتی واسه آشنایی، حتی واسه آشنایی. آفرین. و خب آدم وقتی سراغش نره آدم جدیدم پیدا نمیکنه دیگه.
آخه بعضی وقتا پیش میاد دیگه واسه دیگه پیش اومدنه آره، ولی من میگم دیگه ممکنه پیش بیاد طرف هم از تو خوشش بیاد، بالاخره شما دوتا توی مسیری میافتین با هم دیگه. اگه طرف خودش بیاد جلو مثلا شروع کنه باهات صحبت کردن و اینا، ناخواسته تو اون تایم مووان کردنت میتونی با این طرف هم صحبت کنی یه ذره. خب حالا آخه تو میدونی قراره به جای برسه و این اذیتت نمیکنه؟ نه آخه رابطه قبلی تمام شده. خب تو آره دیگه میگی پاک آره میکنم. من میگم کلا اگه من تا به یه جایی میرسم مووان کردنه نه مووان کردنه میگم ممکنه طول‌تر، همین گفتم یه تایمی بدید که با هم دیگه آشنا شید. خب اگه مووان نکنی که نمیتونی با آدم جدید وارد رابطه شی. نه میگم وارد رابطه نشید، صرفا فقط یه دوره با هم دیگه وقت بگذرونید که بعدش ببینید آره که میتونی به اون نتیجه برسی که آب نمک خوابوندن دیگه. آب نمک خوابوندن ماره وقتیه که تو چند تا کیسو با هم دیگه همزمان داری یه کاری انجام میدی. باش تا ببینم چی میشه، حالا ببینیم بعد من اگه تونستم مووان کنم بعدا با تو اوکی میشم. من حقو حقو به طرف میدم که برای خودش تصمیم بگیره. من میگم تازه کات کردم و ممکنه شرایط رابطه قبلیم هنوز رو الان تاثیر داشته باشه. آفرین. خب تو خودت دختر بیاد نوبت بگی قبول می‌کنی ازم باشه آشنا من نه میگم منم حق انتخاب به اون میدم، میگم شرایط من اینجوریه قبول نمیکنه خب. که میتونه قبول نکنه. خب دیگه قبول نکنه. آدما میدونی تو برای یکی دیگه نباید تصمیم بگیری، میتونی شرایط رو براش توضیح بدی، اون تصمیم خودش رو در نهایت بهت بگه، ولی حقم نداری این قضیه رو قایم کنی ازش. خب از که بریم سراغ موضوع بعدی یه آنتراک بدیم. آره موافقم. یه آنتراک یه آبی بخوریم. خب خیلی خوش برگشتی. رفرش شدی. خب آقا یه سوال از پشت صحنه پارسا پرسید. خب نه داداش بپرسم. این که اگه بره با یکی بهتر از تو بیشتر میسوزی، خب یا اینکه بره با یکی بدتر از تو خوشحال میشی یا اصلا برات مهم نیست اینکه چیزه؟ اگه طرفو خیلی دوست داشته باشم خب و مجبور شم که باهاش کات کنم، فکر میکنم اگه بره با یکی بدتر از من بیشتر میسوزه. یه دقیقه وایس من اینو ندارم خیلی نیازم دستم جوری باشه. آره نه ولی چیزه نمیدونم من منظورم مهم نیست، چون خودم ممکنه برم با یکی بدتر از اون. من به این اعتقاد دارم که تو وقتی یه رابطه رو تموم میکنی خب باید یه جوری باشه که هم شخصیت خودت بعدش بهتر شه، چون به هر حال یه دوره از زندگیته که ممکنه همه چی رو عوض کنه. آره خیلی به این اعتقاد دارم که بعد برای آدم بدی اصلا کلا برای خودت آدم بهتری بشی، در نتیجه لولی اصلا که بدتر بهتر تو چی می‌بینی؟ مثلا یارو پولدارتر باشه یا اینکه مثلا خوشگل‌تر باشه؟ فقط اخلاق و شخصیت. خب آفرین منم همین دارم میگم. خب تو نمیتونی بفهمی که چرا اون پسری که باشه اوکی شده مثلا یا خودت بعدم با دختری اوکی شی، خب شاید اکس برگرد بگه بابا مثلا چی دید تو این که مثلا منو ول کرد مثلا رفت با این. اونو نمیدونم، بستگی داره که از کجا بفهمی چه جوری برای بفهمی. همین میگم زیاد برام مهم نیست. منم برام مهم نیست. اگه بره با یادم خیلی پولدار، خب من اینطوریم که واسه من مهم نیست. نه من اصلا میگم من پیگیر نمیشم. آره. میگم من اصلا پیگیر نمیشم که بخوام بفهمم، ولی میگیم داریم توی یه شرایطی در نظر میگیریم که تو متوجه میشی طرف با یکی رفته که بدتر از توه، حالا به هر نحوی. یعنی نه لزوما دسته بزن داره نه لزوما این که حتما رفتی دنبالش که بفهمی. ما داریم یه دنیایی رو در نظر میگیریم که تو فهمیدی و میدونی طرف آدم بدتریه. من میگم تو اون شرایط اگه بدون آدم بدتریه بیشتر میسوزم. آها بدتره بیشتر میسوزه. آره. چون میگه اون یارو قدرشو نمیدونسته. من خیلی بهتر میتونستم مثلا هندلش کنم. آفرین اون آدم. خب سوال بعدی چی بود؟ آهان بحثی که پریشب داشتیم دختر بیاد الان دیگه وارد رابطه جدید میشیم. خب مثلا دیگه موقع رابطه جدید شروع کنیم، از ایکس میگذریم دیگه اصلا موقع رابطه جدید شروع. اگه دختر بیاد جلوت پیشنهاد بده ترنافت میکنه؟ موقعا بهت گفتم نه، برای من واقعا ترناف نیست. اوکی اصلا از خداته که دختر بیاد جلو. نه دختر بیاد جلو نه، چون شرایطی پیش اومده که دختر بیاد جلو ولی تایپت نباشه، میدونی، ولی تایپت باشه من واقعا مشکل ندارم. آخه کم پیش میاد کسی که تایپت بیاد جلو. آره خیلی کم پیش میاد. میگم ما داریم سوالا رو در یه شرایطی میپرسیم که واقعا این پیش بیاد و باشه. خب ولی ممکنه پیش بیاد دیگه. آره. اصلا یه دختری مثلا تو تایپشی. خب اصلا هان یه بحث اینجا باز کنم، سعی می‌کنی با کسی که عاشقته بمونی یا کسی که عاشقشی؟ الان دقیقاً همینه دیگه. اون دختره تو خوشش اومده ولی تو ممکنه اون تایپت نباشه. آره. بیاد جلو. نه با واقعیت من اگه خودم دوستش نداشته باشم نمیتونم بمونم باش. آره. ولی یعنی ترجیح میدی یه طرف دوستش داشته باشی؟ احساس خودم خیلی برام مهم‌تره تا اینکه مثلا اگه قرار باشه که یک طرفه باشه حتما میگم جوری باشه که من دوستش داشته باشم. چون من چیزو بلدم، من فداکاری کردن رو بلدم.
ولی قبول داری کلا اگه تو یه طرفی دوست داشته باشی رابطه استیبل تره، کلا پسر یه دختری دوست داشته باشه رابطه استیبل تره؟ نه به نظرم دختر خراب بازیش بیشتره. ببخشید هیت می‌خوریم. آره من دارم خودم میبینم دیگه، ولی در کل اوکی با اینکه دختر بیاد جلو. آره ولی آخه اگه بیاد جلو یه جوریه، نمیدونم احساسم با طبیعت من نمیخونه. آره مشکل تو باش نفهمیدم من آخه. آره نمیدونم چرا نمیفهمم این داستانو نمیفهمم که چرا این اتفاق پیش بیاد. آخه ببین الان خدایی توی جامعه هستیم که دیگه زیاد بین دختر و پسر تو این چیزا فرق نمیذارم. سر همین میگم توی این شرایط هم اب نداره اگه دختر بیاد. اتفاقا من بهش احترام میذارم که انقدر اون چیزا رو داشته، اعتماد به نفس رو داشته که به عنوان یه دختر بیاد اون چیزو بده، اون پیشنهادو بده. ولی آخه یه جوریه. من یه پوینتی هم به طرف میدم، میگم دمت گرم واقعا اگه انقدر اعتماد به نفس داری، انقدر برای خود ارزش قائلی. نه من نمیپذیرم. من میگم دختر باید دست نیافتن. آره خب سخت باشه. آره شخصیت آدم هم میفرق میکنه. چون اونطوری احساس کنم به همین پیشنهاد میده. میگم انقدر که آره مثلا راه بیفته که بره همین پیشنهاد بده دیگه افتاده دیگه. اینو اون شبم گفتی، آره. بهت گفتم بستگی به دختره داره. خیلی بستگی. شاید مثلا یه بار مثلا گفت من از اونجا آره. فقط به همین پسر مثلا اون خیلی خوب چیز خفنیه. امکان نداره اون انقدری که راه بیفته اینطوری میشه. آره معمولا میتونم بگم 80% شاید اون چیزی که تو میگی باشه. خب اینم سوال آخر بپرسیم و بریم. حاضر با که خیلی معروفه وارد رابطه شی؟ مثلا این دختر هست اینستا که خیلی معروف شده، رهیه فکر کنم، همین که همه همه گیمراست. آها من اون اصلا دوست ندارم. حالا اصلا فرض کن که خیلی دوست داری، میگم تایپ من اصلا نیست واقعا. همه تایپشونه. آره نه من حتی این پارسایی که پشت دور میره الان داره میگه یعنی چی اصلا. من کلا تایپم بین آدم‌ها یه ذره عجیبه. خب نه اصلا باشه، اصلا مثلا خیلی معروفه. اوکی با این داستان. آره بستگی به شخصیت طرف داره. ای بابا تو آخه ببین خیلی چیزا هست و همه چی بسنجی. یعنی مثلا کلیت آقا یه آدم معروفه اصلا بلاگره، اصلا دوست دختر پرسون بلاگره. خب بعد نمیگه مثلا با تو، اصلا نمیگه با تو توی رابطه است، میگم فالوورا میریزه. نه در شرایط نمی‌کنم اون کارو، نمی‌پسندم. اگه بدونم دخترها واقعا پایاس به آدمی که اصلا یه دختری اصلا تو اصلا 10 از 10 یارو خیلی 10 از 10 این تایپ همه پسرا هست. نه قرار نباشه پابلیک نکنه بعد مثلا چه می‌دونم 6 7 ماه نه نیستی. نه ولی منم نیستم دیگه، یعنی اینجوری هم که بابا همه پسرا میخوانش دیگه اینو. آره. یه جوریه اصلا. آره بر هم میگم بستگی به دختره داره، چون یه وقت از طرف هست مثلا خب میگه اوکی من بلاگرام باشم حالا، ولی خب تو رابطه هم من کم الان دیدیم مثلا. آفرین. ولی یه فکتی هست، من تو دانشگاه روز اول بهم گفتن دخترای 10 از 10 تا ترم 8 سینگل میمونن چون هیچکی نمیره جلو. اینم شنیدم ولی نمیتونم چون دیدگاه یه دختر رو ندارم دیگه، شاید ممکنه واقعا حالا قسمت بعدی یه دختر رو میارم جواب همه اینا رو بده. خب چون ما دو طرفه یعنی ترازو رو میذاریم که دو طرف با هم بیان. آره با دختر صحبت کردم واقعا سخته. خب این اپیزود ببندیم دیگه. ببندیم. چیزی نمیخوای بگی دیگه؟ نه دیگه قسمت بعدی که دخترم میارم جواب اینا رو بده، صد جای تو میشینه جواب اینا رو بده و اینکه همین دیگه. اوکی خسته نباشی.